کودک نزد مادرش آمد و گفت: مادر جان، آیا در جنت خوراک هست؟ مادر که از شدت گرسنگی توانی نداشت جواب داد: بله هست پسرم، آنجا گرسنگی وجود ندارد. اما چی مادر جان؟ برای به آنجا رفتن باید بمیریم پسرم. کودک از این کلام مادر شاد گردیده گفت: مادر جان، پس بیا بمیریم تا که در جنت رفته یگان خوراک بخوریم، زیرا بسیار گرسنه‌ام. کودک معصوم از کجا میدانست که بعدی مرگ در این دنیا دیگر زنده شدن نیست، حیات ابدی در آخرت است. این سخنان کودک واقعاً دلخواه سنگین را به درد می آورد. بیایید شکرگزاری از بوده ها و از داشته ها کنیم. شکر خداوند بزرگ را کنیم، شکر ملت و دولت را کنیم، زیرا آن چیزی را که شما صاحب هستید اکثر پی دریافتی این نعمت‌های داشته شما اند. باقی سربلند و خانه آباد باشد دوستان عزیز.